کشتی اوی کدن آوردن پیش پرزیدنت آدما را اوی کدن حوض شنواریم تری بند کشیدن شنواری کم پرزیدنت به چشمان خود او صرف تمام یک مپس همه برهم خورد. ماه اوگوست سال 2011 هم پرزیدنت امامعلی رحمان در دهه چهارباغ شهر کولاب مجمع کولی جوانان را افتتاح کرد. زیاده از 2 میلیون سامانی از بودجت دولت برای بنیاد حوض شناوری، حوض قایقرانی، میدان والیبال و بسکتبال و یک کورت تنیس صرف شد. جناب اینجا آمده امی حوض شده لنتش بریده بودن. اینجا ده حوض پریو کرده بودن. خب اینجا ده باید حوض میده ها که انا اینوش آشخانه. آشخانه باید میشن وقتی اینجا ده که مردم که آبودی می اومد یک خیلی آدم بسیار میشه می اومد یک پیاله چای میگیره یک چی میگیره. اینا منصبداران یعنی برای حال آوردن شد. نگهبانی این مجمع که 10 هکتار زمین را فرا میگیرد بر دوش مقامات شهری کولاب است. به گفته ساکنان 6 سال است اینجا مکانی بی صاحب را میماند و به چراگاه تبدیل یافته است. دیگر از آن آبادی های روز اول همین چراغ های شکسته و پیراه های نیم ویرانه و آبی گندیده باقی مانده است. امروز این قایق‌های در همین حوض موجود بوده بچه این حال آورده رسیدن که از همین قایق‌های به این حوض تعلق داشته حوض دو تاج در همین سابق خانه خلوات سابق نجات دهنده همین حوض درگیرش که یافتیم که دیگر یکم باقی مانده و قایق‌ها عموما دیده نمیشه حوض وجود هم ندارن. گلشن صاحب 10 فرزند است و 42 سال باز در دهه چهارباغ زندگی می کند. آنچه با این مجمع شده است او را بی‌طرف نمیگذارد. اوی کدن سوم خلق خورد امی تصمیم آدما را کار فرمودن گرفتن بکنن با کار در آورده شود. اونجا استادیون شه هوی کنن ولکا بازی کنن طلبای مکتب یا هر سه نرون برای بعد نرون بیان بازی کنن. مقامات شهر کولاب به رادیوی آزادی گفتند که هنوز ساختمان این مجمع به پایان نرسیده است. تعمیر و تجدید آن باید مبلغ گذاری شود. در اداره نهالشنانی شهر کولاب که گفته میشد کل جوانان در توازنش است، گفتند از اول این انشاءات قابل قبول نبود. بعد نمیدونم قبول کردگی نیستم وقتی چیکار کردن آوردیم پر بکنم وقتش میبرن میروه اگر کارگر ندارن همه را جواب دادگیان هیچ کنیست. ضمناً پرزیدنت امامعلی رحمان زمان باز کردن این مجمع ورزشی کار شرکت ساختمانی را تعریف کرد. به آنها برای با صفت بلند و سری وقت به استفاده دادن آن عرض سپاس نمود. 5 ساله امی یک کای وقت یگان گپ شوه بگن یگان کارگر میاد ده همه جا را توزه میکنن چی میکنن گویا که همه خیلی است در گفتی چیا در چی آدمو خاک میپوشن. مراجعت چند دفعه ساکنان دهه چهارباغ به مقامات تفتیشاتی برای ترتیب و تنظیم کار کل جوانان و جزای آنهایی که مالکیت دولت را به این وضع آوردند بی نتیجه بوده است. گوش نمیکنن. اونا پایان شه اینا اولی حوض پایان رفته اگر تماشا کنیم همینجا جناب برآمد کرد گفت که اون طرف شه همین حوض اون طرف شه کمپلکسی ورزشی کنین. هم خیلی فرمان داده بودن همین کلانای شهر. یک انا که اونجا را پلان خونه فروختن اگه همین بازار در سوداگرو اینا بخیر فروختنش یا چند سوم داری هم صوتی خشمته. در شهرداری کولاب به رادیوی آزادی گفتند در زمین کلی جوانان منزل ساختن نشده است. در زمینی که ساکنان به عنوان مثال برای دعوای خود نشان میدادند خانه های نو بنیاد به چشم می رسیدند. همینجا چه خانه هست همه میدان ورزشی می باشند. در اینجا یگان آدمی مثال دهقان کامغال همه آدمی وظیفه‌دار گرفتند. این ساکنان میخواهند از انشاءاتی که دولت برایشان ساخته است استفاده برند و فکر میکنند منصبداران با فارغبالی اینجا را به چنین حال رساندند. میخواهند همه دانند که پایان مراسم های با شکوه افتتاحی انشاءات با حضور رئیس جمهور بعضاً چنین می شود.